Hello guys, I wanna make for you delicious pickled chutney with aubergine. Please follow me. سلام دوستای گلم، میخوام امروز براتون ترشی ناسخاتون رو درست کنم با بادمجون دودی. حتما ما رو فالو کنید. اومدم باغچه‌ام و براتون سبزی تازه میچینم. عطرش کاملا بلند شده، نعنا، جعفری و گژنیش. مواد مورد نیاز: 3 عدد بادمجون کبابی که من از قبل اونا رو آماده کردم، 300 گرم سبزی که قبلا شستم و آبش رو گرفتم، شامل جعفری، گژنیش، نعنا، 4 حب سیر، 1 عدد فلفل تند، 1 قاشق غذاخوری سیاه دانه و 1 قاشق غذاخوری پودر تخم گژنیش، نصف لیوان سرکه و نمک دریا به اندازه کافی. اول میام بهتون نشون میدم که چجوری بادمجونامو کبابی کردم. اومدم روی حرارت ملایم تا زمانی که بادمجونام کاملا نرم میشه و وقتی که کاملا نرم شد زیر آب سرد پوستش رو جدا کردم و به این حالت در اومده. به مدت 3 ساعت گذاشتم توی توری که آبش کاملا گرفته بشه، چون باعث میشه آبش بادمجونای شما کپک بزنه توی ترشیتون. مواد رو به غذاسازم اضافه میکنم و کاملا پوره میکنم. سبزیم که از قبل آبش رو گرفته بودم به غذاسازم اضافه میکنم. ممنونم که منو سابسکرایب میکنید، لایک میکنید و کامنت میذارید. به حمایت های شما نیاز دارم. وقتی که موادم کاملا پوره شد، سرکه رو بهش اضافه میکنم، تقریبا نصف لیوان. شما میتونید به عصر چشمی استفاده کنید. همونطور که میبینید وقتی که به این غلظت رسید، نمک دریا رو هم بهش اضافه میکنم. نمک دریا باعث میشه که ترشی شما کپک نزنه. حتما از نمک دریا استفاده کنید. این نکات کاملا ریز و کاربردی هستن و بهشون دقت کنید تا یک ترشی ناسخاتون خوب داشته باشید. مواد شما آماده است، میتونید توی شیشه دربسته بذارید و توی یخچال. بعد 1 هفته مواد شما و ترشی شما آماده شده و میتونید کنار غذاتون نوش جان کنید. حتما منو فالو کنید، دکمه زنگوله رو بزنید که اولین نفری باشید که آموزش‌های و ویدیوهای منو میبینید.